سلام و احترامات تقدیم تمام بیننده های عزیز زاویه نیوز. با امید از اینکه جروز حتما باشین یک بار دیگر با برنامه اختصاصی با خانم گل افروز ابتکار، ماستر علوم نظامی، همچنان آمر پیشین رسیدگی و خشونت های فامیلی ریاست حقوق بشر و فعلا آمر برحال امالتخانه وزارت امور داخله را امروز با خود داریم. در قدم نخست شما را خوش آمدید میگیم. جهان سپاس از اینکه برای ما وقت گذاشتین. خوش آمدین. سلام به شما، سلام به تمام بیننده عزیز. تشکر لمن جان عزیز از دعوتتان. سلامت باشین. بحث از اینجا آغاز میکنیم که چند قبل در رسانه ها آوازه های گوناگون بود بر از که گفتن خانم ابتکار در وزارت داخله به حیث آمر عملیاتی تقرار یافتن و وظیفه جدیدشان گرفتن. شما چی نظر دارین؟ تا چی حد این آوازه ها را شما رد میکنین؟ اول خواه از مردم ما سپاسگزاری میکنم که همیشه با کامنت های زیبایشان، با نظریات نیکشان حامی نیروی امنیتی افغانستان بوده و به خودم همچنان که از پیششان سپاسگزار هستم و هر حرفی اونا بر ما ارزشمند هست و تشکری میکنم. پیام بعض وقت یک قسم دیگه انعکاس میکنن، متفاوت‌تر میباشن، برداشت همچنان متفاوت‌تر هستن. خب ما به حیث آمر عمومی اعمالات خانه که مسائل لوجستیکی و مسائل یونیفرم پلیس و واحد ساختن لباس در مجموع نظامی ها هستن و ما در او بخش تقرر حاصل کردم، چون این نام به مردم یک ذره با عملیات خانه نزدیک هست و مترادف تر شده و مردم برداشتی جالبی کرده و من خوشحال هستم که مردم اگر قرار میشه که یک خانم به عنوان آمر عملیات ها یا آمر اپراتیفی و بخش های جنگی تعیین میشه و اونا ازش چنین استقبال میکنن، این بر ما خوشحال کننده است. با امید از اینکه یک روز حتما تو یک روز و بیایه که اما تو یک خانم فعال، خانم با استعداد در چنین پست گماشته شوند. اولین سوال من این است که شما چگونه خواستید تحصیلات نظامی رو به پیش بگیرید؟ اما قسمی که در جامعه نیاز به دکترا و نیاز به تحصیل کرده های دیگر بخش ها هست و نیاز به تحصیل کرده های نظامی ما در سطح افغانستان داریم و خصوصا در بخش پلیس، چون یک کسی که پلیس هست یا فرم داره به این معنا که او نماینده دولت است، نماینده قانون است و حامی مردم هست و او باید دانسته باشه، باید علم مسلکی داشته باشن، تخصصی داشته باشن و بتانن که به وجه سنش از مردم، از تنفیذ قانون و می توانایی پیششون باشن و بتانن که مردم با دیدن اونا، با حضور اونا در اجتماع احساس آرامش کنن. میشه در مورد چانس تحصیلتان در روسیه صحبت داشته باشیم و از دوره تحصیلیتان، از دوره محصولیتان در روسیه به ما قصه هایی بکنین؟ دقیقاً چانس ادامه تحصیلات عالی در کشور روسیه برای ما یک چانس بهترین بوده در زندگی ما که حتی مسیر زندگی ما تغییر داده. از بابت من بسیار خرسند هستم و کوشش میکنم که از همین فرصت که فعلا خودم از او بخش فارغ شدیم یک استفاده از همین را داشته باشیم و بتانیم در اصلاحات، تغییرات، نوآوری‌ها و تشویق های دیگر ها که بتانن در راهی که ما قدم گذاشتیم اونا قدم بگذارن. این یک پیش قدمی هست و یک چانس است و خوشبختانه که امروز ما در کنار خود خانم‌های زیاد را داریم که اونا خواهان ادامه تحصیلات عالی هستند و حتی تحصیلات عالی دارن و میخواین که به عنوان یک کسی که من اونا رو بتونم مشوره بتونم راهنمایی کنم، من میتونم دست اونا رو بگیرم. این یک چانس برای افغانستان است، یک چانس برای من. بله دقیقاً. بعد از برگشتتان به کشور، البته بعد از تحصیلاتتان، چی وظیفه ای را با پیش بردید؟ ما وقتی که در کشور روسیه بودم بعضی مقالات و بعضی تحقیقات را در ارتباط به مبارزه علیه خشونت علیه زنان پیش برده بودم که موضوع بد دادن بودن، موضوع ازدواج اجباری بودن، موضوع
لطوکوب خانم‌ها بودن، خشونت‌های خانوادگی بودن. خوشبختانه وقتی که آمدم که بسته خشونت‌های خانوادگی به حساب نیاز است که وجه کسی باشن و ما طریق امتحان رقابت آزاد دوجه موفق شدم که بسته بگیرم و مدت بیشتر از 2 سال دوجه به هزارها قضیه بگویم برتان که رستگی صورت گرفت و نهایتا کوشش خود کردیم که شده باشه یک آدرس خوب و یک صدای کسانی که متضرر از خشونت خانوادگی هستن بهش لبک شده باشه و مشکلاتشان رستگی شده باشه. خوشبختانه من نمیتونم که به شما ارقام دقیق بگویم مگر بسیار ارقام بلند که به هزارها قضای خشونت‌های خانوادگی را ما بهش رسیدگی کردیم. به قضایایی که نیاز به فرستادن به بخش‌های عدلی و قضایی بودن فرستادیم، حل و فصل شدن، حل و فصلشون کردیم و من از بابت بسیار خوش هستم که ما اگر به خودم وقت نگذاشتیم مگم در کارم وقت گذاشتیم و کوشش کردیم که یک کمک شده باشم. بسیار خوب. با آمدن و کارکردهای شما چه تغییرات در ریاست حقوق بشر خشونت‌های فامیلی به وجود آمده بود؟ زمانی که ما کار شروع کردم ما یک ارقام دقیق نداشتیم و ما تفکیک نمیتونستیم که همه متضررین ما کیها هستند دقیقا، از کدام ولایت است، در کدام طبقه سنی هست، دلیلش چی است و همین نتیجه در کجا رسید. ما دیتابیس یا بانک معلومات جور کردیم که در بخشای رهبری ما میتونن که معلومات دقیق از کارکردها و از پیشرفت‌هایی که در مبارزه با خشونت علیه خانم‌ها شده یا رسیدگی به قضای خشونت شده اونا با بسیار آسانی میتونن که معلومات به دست بیارن. یک موضوع و موضوع دیگه موضوع همکاری بودن که در وزارت داخله 2 بخش بیشتر کار میکنن روی قضای خشونت. ما از بعد حقوق بشری و ریاست محترم جنایی از بعد جنایی میدادم و اینمی همکاری را تامین کردیم که هر کس طبق وظایفشان باید کارشان هم پیش ببرن و باید داشته باشه و دیگه تامین ارتباطات امرای بخش سرمالی و قضای ما که قبلا یک قسم پراگنده بود و فعلا منسجم و به شکل قانونی صورت میگیره. چقدر میتونستین بالای فامیل ها امی مشکلات یعنی حل بکنین مشکلاتشان و به خوبی امروز حل فصل بکنین؟ ما قضایی بوده که در هفته ها کوشش کردیم که از جدا شدن یک فامیل جلوگیری کنیم. ما کوشش کردیم که حق یا منفقه خانم که باید پرداخت شود به او پرداخت، اما مرد متقاعد بسازیم که خانمت به عنوان خانم طبق قانون حق دارن که تو نفقه او را باید پرداخت بکنید و روزها طول کشیده که از طلاق‌های اجباری ما جلوگیری کنیم و فامیل‌ها را متقاعد بسازیم، از 2 طرف ضمانت بگیریم و زیاد قضایی بوده که ما نقش جیرگر را به حساب انجام دادیم و کوشش کرده که قضایی به شکل قانونی که یک ضمانت قانونی از پیششان گرفته شود و از خشونت‌های بعدی جلوگیری شود و کسی دوباره با مشکلات برنگرده بلکه با لبخند برگشته تشکری کرد. بسیار خوب. از کارکردهایتان در آمریت رسیدگی به خشونت‌های فامیلی چه فیدبک با خود دارین؟ من خوشحال هستم به اینکه حداقل چند نفر همکار دیگه ما را تانستیم برشان به حساب یا برای زیاد همکارای ما یک نتیجه خوب بگذاریم که اونا حداقل ما را تعقیب کنن و بتانن که بهترتر کار کنن و بتانن که نتیجه خوبتر را داشته باشن و همکاری‌هایی که تامین شدن اونا باقی بمانن و طرح‌های دیگه هم هستن که اونا را ما به خاطر که هنوز تطبیق نشده ما چیزی گفتن نمیتونم، چیزی که نتیجه محسوس نشه باز نمیشه که بگویم، مگم در آینده نزدیک به خیر ما طرح‌هایی را در ارتباط مبارزه با خشونت علیه خانم ما داریم که ما را با همکاری ارگان‌های مربوطه‌شان پیش خواهیم.
پیش میبرین. به تقرر جدیدتان که فعلا آمریت امالتخانه وزارت امور داخله هست میایم، چی مسئولیت هایی در اینجا دارین؟ چقدر مسئولیت هایتان نسبت به وظیفه گذشته تان بیشتر شده، کمتر شده؟ کدام کارها را اینجا شما انجام میدین؟ این یک بخش بسیار متفاوت است. بخشی که من قبلا کار کردم یک بخش حقوقی بود، مگر بخشی که من فعلا کار میکنم یک بخش لوجستیکی و تامیناتی است. ما یک مشکلی را که در قوای پلیس داشتیم این بود که اینفورم پلیس واحد نبود. در یک بخش ما اگر 10 نفر پلیس بودن 10 رنگ اینفورم داشتن و این مشکل بر خودم غیر قابل قبول بود و همچنان بر دیگه همکارای ما. دیگه ما کوشش میکنیم که در آینده بعضی تغییراتی را که پلیس یک نمونه باشه و از نگاه ظاهری به اونا یک آرایش خوب بدیم و برشان یک چهره مقبول تر را ظاهر شود، گرچه مقبول است خب بازم بیشتر و منظم تر باشه. دقیقا ما هم به همین نظام پلیس، رفتار و ارتباطات پلیس ملی چی نقش مهم و مثبت در جامعه میتونه داشته باشه؟ یک اصلی که باید در شخصیت پلیس باشه سلوک رفتار است و سلوک رفتار با کیا؟ با هم مسلکان و با مردم. و بیشتر ما سرکار ما با مردم است، از متن مردم برخواسته ایم و مشکلات در بین مردم است. وقتی که یک پلیس با یک شخصیت خوب، با یک کاراکتر خوب، با یک رفتار خوب، با یک رفتار قانونی همراه مردم در جامعه کار میکنن، به این معنا که همکاری مردم، حمایت مردم در قبال می داشته باشه. و وقتی که مثال در یک ساحه یک موضوع جرمی میشه، ما 100% به همکاری مردم نیاز داریم. ما اگر با پلیس ما با مردم تامین ارتباطات خوب داشته باشن، هر فرد ما در جامعه پلیس است و هر فرد ما در جامعه امروزشان همکاری میکنیم و این باعث موفقیت ما در پیشبرد وظیفه میشه. بله بله. از نگاه اخلاق پلیس ملی چی رول مهم را در جامعه ما گذاشته میتونه؟ با مردم، با خودشان، با هم مسلکانشان چقدر تاثیرات خوبی میتونه داشته باشه؟ ما یک مورد نه، دو مورد نه، چند مورد برخوردیم. وقتی که کس آگاه میشه که فلانی پلیس است، به جایی که احساس امنیت کنن از اون میترسن، او پلیس است. در حالی که با شنیدن نام پلیس، با دیدن یک یونیفرم دار، با دیدن یک نماینده دولت باید احساس آرامش، احساس امنیت و احساس راحتی کنن یک فرد در اجتماع. و همین است که پلیس ملی افغانستان نظر به چند سال قبل مسلکی شده و فعلا روز به روز بیشتر توانایی مسلکیشان پیدا کرده و امروز مردم ارتباطاتشان تامین کرده و فعلا مشکل ما تقریبا حل است و یگان موضوعاتی که هستن ما میفهمیم در جامعه مشکلات وجود دارن به مرور زمان. دقیقا ما به همین سوال برمیگردیم، چرا مردم خصوصا مردمی که در جامعه هستند، در بیرون هستند، چرا احساس ناراحتی از پلیس دارن؟ چرا احساس امنیت نمیکنن؟ به گفته خودتان وقتی یک سرباز، یک پلیس یک کس میبینه باید احساس امنیت داشته باشن، احساس خوبی داشته باشن و این احساس کنن که یک کس هست که ما را حمایت بکنه و از ما حفاظت بکنه. چون این حس چرا در جامعه به پیش آمده و دلیل زیرش ما در چی میبینیم؟ قبلا نظام‌های مختلف وجود داشته و در نظام‌های مختلف که وجود داشته بعضی سوء استفاده مسلکی هم وجود داشته و فعلا چون ما در یک جامعه آزادتر و دموکراتیک‌تر قرار داریم و پلیس سر مردم حاکم نیست، پلیس دوست مردم است. به همین خاطر او انگیزه یا او مفکوره که از سابق وجود داشته یا از چند سال پیش حتی از زمانی که پلیس ما مسلکی تر نبوده اما باقی مانده. ولی ما شما رسانه و پلیس خودشان با رفتارشان نخبه‌های ما در جامعه همین مفهوم از ذهن مردم باید تغییر بدیم و مردم با دیدن پلیس، با دیدن یک یونیفرم دار، با دیدن یک نظامی در مجموع احساس امنیت داشته باشن و همکار شوند و هر کدام ما در
در جامعه نقشی را داریم، مسئولیتی را داریم که یعنی همین پلیس فرزندای همین مردم از همین جامعه و از همین مردم هست و برای همین مردم کار میکنن. هیچ تفاوتی وجود ندارن که پلیس یک کار متفاوت تر میکنه، بلکه پلیس حامی مردم و باید محافظ مردم باشن، محافظ جانشان، مالشان، ناموسشان، عزتشان، شخصیتشان. دیگه نمیشه که کسی از پلیس بترسن. من با تمام مردم عزیز خود خواهش میکنم ازشان که حامی فرزندانشان باشن، چون پلیس فعلا در شرایط افغانستان بسیار متضرر هستند. هر روز ما قربانی میتیم، هر روز با زیاد مشکلات ها و دشمنای مختلف روبرو هستیم. پس بیاین همه ما پلیس باشیم، همه ما همکار باشیم تا بتونیم جامعه را شرایط تغییر بدیم و این مفکورا را تغییر بدیم. میم دوباره هم بر وظیفه فعلیتان در عملیات اعمالات خانه شما لباس پلیس را که آماده می سازین داخل وزارت داخله آماده میشه یا کدام کمپانی و جای خاص دیگه هست؟ و در پهلوش بعضی جاها در شهر و بازار ما میبینیم که لباس پلیس آماده میکنن، آیا اونا اجازه آماده ساختن لباس پلیس ملی ما را دارن یا خیر؟ دقیقاً مشکلاتی که وجود داره در افغانستان، کنترل از بازار وجود نداره. در بازار آزاد است و در بازار آزاد ما شما میبینیم که حتی اسلحه فروخته میشه. یک مشکل جدی است و فعلا تکنیک هایی که دشمن استفاده میکنن از لباس نظامی هست و طرح ما در ارتباط جوازی ساختن یونیفرم قوای مسلح در مجموع است که کسانی که در بازار به حساب تجارت میکنن یا لباس جور میکنن اونا باید جواز قانونی داشته باشن و ضمن جواز قانونی کسی که وجه لباس جور میکنن باید از اونا کارت هویتشان، مشخصاتشان داشته باشن و شاروالی کابل و پلیس کابل و در مجموع در سراسر افغانستان مکلف از اونا کنترل کنن. امی نشانهایی که به بالای لباس های پلیس به عنوان پلیس ملی زده میشه یا ساخته میشه، از اینا بگوین، چون از این تاپه ها و از این نشان هایی که ما شما داریم به خاطر لباس ملی پلیس در بازارها فروخته میشه و بسیار به گونه عادی. ایره شما جلوگیری میکنین یا ای که امیر شما هم اجازه دادین که اونا باید به فروش برسانن و در هر لباس که خواسته باشن از امی یونیفرم استفاده بکنن؟ نشانه مربوط قطعه مربوطیشان میشن و در وزارت داخله هر قطعه از خود یک نشانه خاص خود داره. این هم جزء تجارت غیر قانونی است و خب بعضی هموطنان ما به عنوان حمایت از پلیس از این فرم استفاده میکنند در روزهای ملی، به حساب در روز مثال نیروی امنیتی یا بعضی وقت در رسانه ها که میاین. مگم این هم غیر قانونی است که از لباس پلیس یک ملکی استفاده میکنن و یک مشکل ما که داریم است که امی به عنوان یک جرم یا به عنوان یک پدیده جنایی در قانون ذکر نشده و مخانی هستم که یک طرزالعمل ساخته شود که کیا میتونن که در صورت استثناء از لباس پلیس استفاده کنن. بسیار خوب. ازدواج کرده یا خیر در فامیل خودتان چی کسایی زندگی میکنید و کیها هستن؟ خودم هنوز وقت پیدا نشده. بله دیگه امرای مادر جانم و یک برادرم یا دو تا خواهرم زندگی میکنیم و از جمله از همین 5 نفری که در خانواده هستیم 3 نفر ما پلیس هستیم. بسیار خوب. افتخار جامعه. در اخیر چی پیام دارین برای بانوان دیگی و همچنان برای هم مسلکانتان؟ اول خب یک خسته نباشید میگم برای تمام همکارای قهرمان ما که فعلا به شرایط بسیار سخت قرار دارن و سخت مبارزه میکنن و ما 100% مطمئن هستیم که موفقیت از آن ما هست. پیام ما به مردم عزیز ما است که فرزندانشان در شرایط سخت باید حمایت کنن که همیشه حمایت هم کردن و ما کسانی هستیم که جان خود خواستیم که قربان وطن و قربان مردم خود بسازیم. و پیام ما به خانواده‌های محترمی است که
اگر قرار است و فرزندانشان چی دخترایشان چی بچه‌هایشان جوانای با استعداد خواهانی هستند که در پلیس ملی افغانستان بپیوندند، به اونا اجازه بدن و اینا را حمایت کنند. چون وقتی که من در پلیس آمدم تو فکر میکنم که من یک قدم بیشتر از دیگران میتونم که به مردم خود کمک شم، خدمت به جامعه داشته خدمت باشین. به جامعه کنم و تاثیرگذاری داشته باشم. سلامت باشین. یک جان سپاس از که برای ما وقت گذاشتین، آمدین و همراه ما چند کلمه صحبت داشتین. جهان سپاس، کامیاب سرفراز باشین. دوستای عزیز و بیننده های عزیز زاویه نیوز، این هم بود یکی از برنامه‌های اختصاصی که تقدیم شما کردیم تا اینکه با یک برنامه اختصاصی دیگه با شما میایم. وقتتان بخیر.